وقتی یکی خواب دیده بود امام حسین از قمر بنی هاشم میپرسه که روزخونا چند نفرن، صورتشو بده من ببینم. صورت به امام حسین علیه السلام که میدن بعضی روزخونا رو قلم میزنه، ولی دیدن آستعبدالهادی که مرجعه جزو روزخوناست، اونی که خواب میبینه تعجب میکنه. رفتن پیش آستعبدالهادی، اون شخص که آقا من همچین خوابی دیدم که شما رو جزو روزخونا. فرمودن درسته. من کتاب میخوندم، روایاتی میخوندم راجع به فضیلت گریوندن برای امام حسین، کسی که مردم رو برای مصیبت امام حسین بگریونه. من بکا او ابکا او تواکا وجب له جنت، کسی که خودش گریه کنه. ابکا یعنی روزه بخونه دیگران به گریه بیاره، یا تواکا. آستعبدالهادی فرمودن من روایت رو مطالعه کردم دیدم عجب، ما خودمون چرا این کارو نکنیم. هفته یه شب کتاب مقتل دست میگرفته آستعبدالهادی، برای زن بچهش روزه میخونده، مادر گریه میکنه، ثواب بهت میده، بهشت برات واجب میشه. هر کدوم بلدین روزه تو خونه برای مادرتون بخونید. آستعبدالهادی فرمودن معلوم میشه ما قبول شده این کار ما که برای زن بچه‌مون مرجع تقلید برای زن بچه‌ش روزه میخونه.